بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله درسای عقیده اسلامی موضوعی که در یه چیز داشتیم مطلب گپ سر استعاذه یا پناه جستن بود و در هفته گذشته ما شما گفتیم که عمر رضی الله تعالی عنه یک مقوله داشت که همین رسمان اسلام روز به روز چی میشه؟ ای از بین میره وقتی که در امت اسلام کسی پیدا شود که جاهلیت نشناسه. و واقعا چون عمر رضی الله تعالی عنه یک شخصیت بسیار بزرگوار اسلام است، امی مقولهش که انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة، یعنی گفت که رسوان اسلام مثل یک رسوان که تار تار میشه، یک رسوان که کونه میشه تار تار میشه و ای بالاخره وقتی که تار تار شد از بین میره. گفت همین رسمان اسلام که از حبل الله المتین که ما در قرآن هم میگه، این رسمان میگه از بین میره وقتی که در بین مسلمان ها کسی پیدا شود که اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاهلیه، کس پیدا شود در اسلام که عصر جاهلیت نشناسه. به خاطر چی؟ که عصر جاهلیت مشکلات زیادی داشت که اگر اون انسان نشناسه به شکل از اشکال کارهای عصر جاهلیت هم میکنه و فکر میکنه والا ما بسیار خوب مسلمان هستم. و بالاخره در این مطلب رسیدیم در هفته گذشته که در عصر جاهلیت یکی از مشکلات اساسیشان پناه بردن بود برای جنها. یعنی سوره جن است و در سوره جن این آیت شریف هم خواندیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، یک تعداد از شخصیت های انسانی بودن که یا پناه می بردن به جنها. فزادوهم رهقا، پس امی پناه بردنشان بر جنها جرأت بیشتر میداد و برای خود از اینا خوف و ترس زیاد پیدا میکرد. خوف و ترس زیاد پیدا میکرد. یکی از درس‌ها یکی از علما بود، این موضوع جن و سحر گپا را سرش بحث میکرد. یکی از روزا سر میز خود یک دستمال سرخ مانده بود، در زیر از یک چیز تو کندیدگی بود. باز این برنامه را شروع کرد، گفت که دیگه از دست نزنه که اگه دست بزنی بسیار خطرناک است. این کلگی دیگه تو خطا بود و در زیر دستمال سرخ چی است؟ وقتی که برنامه خود ختم کرد برشان گفت که این سحر است، این بسیار خطرناک است. ولی گفت شما را این تو ترسانده. دستمال که وسو کرد یک پقانه بود، یک سنجاقه گرفت که پیچقش کرد تق برای دوست افتاد. برش گفت که اکثرا کسایی که تعویض میتن و سحر میکنن و جادو میکنن با شیطان ها ارتباط دارن یا مردم بسیار میترسانن. پس او کسی که پیش جن میره، جن جرأت پیدا میکنه خب بیازه چیزی مست دیگه، تابعی مست که پیش ما آمده. و وقتی که تابع شد این جادوگر هم جرأت پیدا میکنه، جن هم جرأت پیدا میکنه و برای این خوف پیدا میشه، در حالی که این جن هم یک شیطان ضعیف است و این جادوگر خودش از او که ضعیفتر است، چرا که او به کی پناه برده؟ به شیطان پناه برده. شیطان ضعیف است به خاطر در مقابل الله، به خاطر از اینکه شیطان است از بارگاه الله رانده شده هست و تو مسلمان بسیار قوی هستی، پیش تو عقیده هست، قرآن هست، الله به امرای تو هست. این حال وقتی که تو اینقدر خود ضعیف بسازی که او خود جادوگر اینقدر ضعیف است که پیش شیطان رفته، پس او شاگرد شیطان است، او از او که ضعیفتر است. این حال که وقتی که یک جنرال بره به عسکر سلامی بزنه و عسکری جنرال خوب زفت و پروت میته،
میگه 4 ملاقم بزن تو جنرال لوده. تو اگر میفهمیدی مقامت رتبهت مخاسکر هستم محمد، چرا تو سلامی میزنی؟ ما باید بر تو سلامی بتون. آلوچین میفهمه که این انسان اشرف المخلوقات است، لکن این اشرف المخلوقات اقدر ذلیل و ضعیف شده که میگه سلطان غزنوی که هزاران غلام داشت، عشقش چنان نمود که غلام شد. خب یک گپ یک شاعر است، یعنی خودش هزاران غلام داشت، وقتی که عاشق شد دیده تو عشق خراب کرد که غلام شد. یک اونطوره گفتن شما بی عقل هستین؟ گفت اگه ما چرا بی عقل هستیم؟ گفت شما بت پرستش میکنین. گفت شما از ما میکردن بسیار بی عقل تر هستین. گفت چرا؟ گفت همین جوانای وطن شما افغانستان که هست، گفت از ما اون دو هم که بدتر هستن. گفت چرا؟ گفت به خاطر از این ما خو بت پرستش میکنیم، شما بت پرست پرستش میکنین. بچه فیلم بت پرست است نه؟ بچه فیلم بت پرستش میکنه. شما همین بچه فیلم از یاد دوز دارین و استایلتون مطابق از این جور میکنین، پس شما چی هستین؟ از لوده کدام لوده تر هستین، لوده به توان دو. این حالی کسی که پیش فالبین و جادوگر و ساحر میره، ای در حقیقت مثل که یک جنرال پیش یک چپراسی یا یک وزیر بخیزه، برای چپراسی هم تو دستایش هم ماچ کنه و او را بالا کنه و میگه والا وقتی که وزیر قسم است دیگه چپراسی در چوکی از این میشینه و وزیر میگه برو یک پیاله چای بیار. این حال پس فرق میکنه. انسان خداوند کرامت داده، ولقد کرمنا بنی آدم، و باز مسلمان عزت داده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. باز کسایی که عالم هستن و عقیده را میفهمند، باز بر از او خداوند رتبه دیگه داد که یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. او که علم بیشتر داره، پس تو اول انسان هستی، کرامت انسانی خدا داری، دوم مسلمان هستی، پیش الله عزت داری، سوم تو علم داری، تو عقیده داری و الله را به وحدانیتش میشناسی. همین که اگه انسان الله را به وحدانیتش بشناسه اینمی عالم است. چرا عصر جاهلیت عصر میگن که خدا را نمیشناختن. صحیح شاعر بودن، خوب چیزا داشتن، لکن وقتی که اگر پیلوت طیاره هم باشی لکن خدا را به وحدانیت نشناسی، تو جاهل هستی. در اسلام در لیست جاهلن. پس تو که الله را به یگانگیش میشناسی تو عالم هستی و الله بر تو درجه و رتبه داده، یک انسان موحد و یکتا پرست هستی. اینال تو انسان موحد و یکتا پرست وقتی که میری خدا اقا ذلیل میسازی که پیش شاگرد شیطان میری و شاگرد شیطان رتبه میتی، در حقیقت شیطان هم مقام منزلت پیدا کرد و جرأت پیدا کرد و در پالوی ازی و همین ساحر و جادوگر هم از تو استفاده میکنه. از این خاطر برات میگه برو یک دانه بز بیار، برو یک دانه گوسفند بیار. خانه جادوگر بری که 5-6 تا گوسفند در روی اولیچ است. پرسانش میگه تو چی کمال داری؟ میگه من هیچ کمال ندارم، این مردم لوده است، من کمال ندارم. خودش میگه من کمال ندارم، منتها یا لوده هستن پیش من. یک نفر میگه رسای برتی بز آوردیم، وقتی که بز میاره من دیگه چیکار شراب مفتم میگه قاضی میخوره چطور هم تو دیگه. حالا دیگه وقتی که بز مفت یک نفر بیاد پشت خانه من میگیرم دیگه. به این خاطر است. اما انسان موحد یکتا پرست از این خاطر یکی از صفات عصر جاهلیت که قرآن عظیم الشان برای ما او را توضیح و تشریح میکنه همین بود که اونا زیادتر با جنها ارتباط داشتن و با کسایی که ادعا میکردن که ما با جنها ارتباط داریم یا داشتن یا نداشتن، با اینمی سحر و جادو و رمل اندازی و فالبینی این کلش. یعنی باور بکنین از این ساحرها و جادوگرها و کسایی که تعویض میتن و فالبینی میکنن من کتازی زیاد ارتباط دارم، زیاد اینا را میشناسم، عمیق در بینشان بودیم. حتی من خودم یک وقت به حساب که فامیل ما از اولادی یکی از شخصیت ها بودیم و مثل گفتنی از اولادی فلانی صاحب است و پیش ما مردم می آمدن و دستای ما را تا 6 سالگی و 5 سالگی ماچ میکردن. خوب من میفهم، خب اکثرا من میفهم که 90%، 95%، 98% دروغ است. نه کس بر کس بچه داده میتونه، نه کس تقدیر کس را تغییر داده میتونه، نه کس را شفا داده میتونه، نه کس مشکل کس را حل کرده میتونه. اگر میگه من مشکل کشایتم هستم دروغ است، مشکل کشا الله هست. اگر میگه من تو را شفا میتم شفا دهنده الله هست. اگر میگه من تقدیر تو را تغییر میتم تقدیر به ید الله هست. الله هست که تقدیر انسان نوشته و تقدیر حاصل کس تغییر داده نمیتونه. و به این شکل اکثرا فریب است و این علتش است. علتش است که کلی مشکلات
بدبختی ها که در عصر جاهلیت وجود داشت، دوری از اینا از عقیده ابراهیم علیه السلام بود، دوری از اینا از عقیده اسماعیل علیه السلام بود. پس دوری از عقیده از اونا اینا را دینی بدبختی ها گرفتار کرده. و آل در عصر امروزی وقتی که همین مردم به مور خط روان میشن، پس کسایی که عصر جاهلیت نمیشناسن خودش دمی مرض ها مبتلا هست. اما کسی که میفهمه که اینی چیزا مربوط به عصر جاهلیت است، میفهمه که والا صاحبی این کار خو از مردمای جاهل است، من هیچ وقت این کارا من نمیکنم. اون روز فیصل خان یک قصه کرد، گفت یک کس آمد که یک دختر است سر جنامه و تکان میته و خدا چطور میکنه. باز بر از این فامیل خود گفته که او جنای من میگه که $600 بده. من پرسانش کردم، گفتم چه قسم است؟ ما هم میفهمیدیم دیگه. بازو گفت است که این دختر از پیش کدام صحبه شده یا اشتباه شده، آل پیش همون بچه یا پیش کسی که کدام مشکل داره، او برش میگه که آل خود به خاطر که مراز تو افشا نکنم پیسه بده. آلی دختر خدا چی انداخته؟ در جند انداخته، از فامیل خود پیسه میگیره، بازی رو با کی میته؟ با معاشق خود میته. یا معاشقش گفته تو خود پیسه دار هستی، من غریب هستم، عاشقی خود این تو فداکاری کار داره، خیلی از فامیل پیسه بکن، بک به من عاشق هستم برای من پیسه بده. اینا لیو خدا در جن میپرده، او خدا بزن تا بالا. و نهایتش چی است؟ نهایتش چی است که بازم پیسه را که فامیل جادن بگی خیر از برو به جن بده که تو ریلا بده سر روی تا نکن، بازو صاحب پیسه را میگیره میره به مو عاشق خود میده. ببینید به این اشکال فریب و فریبکاری و این گپا هست. دو مشکلی که عصر جاهلیت داشت که را بشناسیم، مشکل پناه بردن به مجسمه ها بود. مثلا فلسفه پناه بردن به بت ها و مجسمه ها چی هست؟ در اصل فلسفه از اینا را میگن که در عصر جاهلیت مشرکین چی میکردن؟ اینا یک تعداد از شخصیت های بزرگ و خوب، مثلا لات، منات، هبل، عزا، یا کلشان میگن شخصیت های خوب بودن، انسان های با تقوا بودن، انسان های خوب بودن. وقتی که اینا فوت کردن، شیطان یک مانور اجرا کرد، این از زمان نوح علیه السلام. مثلا شیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، در قرآن میگه که شما به می گام های شیطان، در عقب گام های شیطان نرین. گام های شیطان چی معنی؟ یعنی شیطان استیپ بای استیپ میگه، نه زینه به زینه، قدم به قدم انسان به گمراهی میپرتن. چه قسم؟ مثلا اول شیطان بر از این مردم نگفت که شما این شخصیت های بزرگ پرستش بکنین، تو نگفت برشان. اول گفت که مثلا فلانی ولی خدا بود، فلانی پیغمبر خدا بود، فلانی شخصیت خوب بود. خب او رفت از دنیا. آل شما حداقل برای احترام برازی، مثلا مجلس دارین، یک چوکی خالی خب برازی هم بانین، یک چوکی خالی برازی بارین، یک جای خالی خب برازی هم بانین. والا خوب است این کارا میکنیم. گرفتن صاحب اینی استاد دایی فوت کرده، اینجا 20 دانه چوکی را چیندن، یک دانه چوکی خالی برای کی باشه؟ برای استاد دایی باشه. حالا ما والا استاد دایی رو خوش داریم و دوست داریم، همراهش همکار چی هستیم. باز شیطان آمد که فی چوکی خالی رو چی کنن؟ یک دانه عکس استاد دایی را پیدا بکنین. صاحب رفتن یک دانه پوانزه اونرا گفتن یک دانه عکس از زیر سلفیز کنین. اینجا آوردن صاحب دانه عکس استاد دایی را رسم کردگی است. دیگه ناله یک صاحب چالان کردن. وقتی که عکس هم آوردن مشکل چی شد؟ مشکلی شد که مجلس از گپ میزنن، خوبی فلانی نفر فوت کرده، حالا هر کسی میره برای دیگه خدا ببخشید، خدا ببخشید، یگان چی میکنن؟ فلسفه بت پرستی. این فلسفه بت پرستی از همینجا شروع میشه. بالاخره برای احترام میکردن، آیسته آیسته احترام. این احترام از اینا برای تصویر یا برای عکس نتیجه چی شد که دیگر روز این گروپی که اول کسایی که بودن که در زندگی از این شخص یا در زندگی امی عالم یا در زندگی از امی دوست خدا یا ولی خدا یا پیغمبر بودن یا مردن، شیطان یار غلط نگرفت. گفت یاربان فقط یا امی عکس چی کنن؟ احترام کنن. یا که فوت کردن امی
همین فرست جنریشن یا همین جیل یا نسل اولی که رفت، سکند جنریشن همین نسل دومی آمد. این نسل دومی که آمد، شیطان آمد بر از این بچه از گفت شما میفهمید که پدرایتان چرا بر از این تصویر چی میکردن؟ ایره مانده بودن اینجا و میگن والا ما پدرای ما رو میدیم بر از یگان احترام میکردن، امیده به چیزشان بود. پدرایتان خوب بسیار آدم خوب است، شما باید از پدرایتان کده یک قدم پیشتر خدمت کنید. چی کنیم؟ گفت شما ایره مجسمه جور کنید. پدرایتان خود پانزه هنرها نداشت، رشته مجسمه نداشت، علم پیشرفت نکرده بود، تنها تصویرش گرفته بود. شما خب امکانات دارین. یا صاحب رفتن گچه گرفتن و مجسمه از این نفر چی کردن؟ جور کردن. به عوض چوکی شو، به عوض یکسش چی نماندن؟ مجسمه رو ماندن. خب مجسمه رو که ما شیطانی رو که وانشان حال فلانی هم مجسمه رو جور کردن، حال دیگه یا یگان احترام پیش از مجسمه میکنن و خلاص. مرحله سوم، ترد جنریشن، سومین نسل که آمد، برای جا گفت شما میفهمین که چرا این مجسمه رو ماندن؟ گفت که نه نمیفهمن. گفت شما نمیتونین با خداوند مستقیما ارتباط بگیرین، شما باید وسیله داشته باشین. این دوست خدا هست، این پیش خدا رویدار است، این شخصیت بزرگ است. برین پیش مجسمه ازی، اول مشکلتان دردتان بر ازی بگوین. ویره بگوی خدای بر روی ازی دوست خدا، خدای پیش تو اگه بیاییم خود تو ما را قبول نمی کنی، ای از تو کنه مهربانتر است. معنایش همین چیز است. یعنی اگه پیش تو مستقیما بیاییم مرا گناهی من نمی بخشی، پس من چون نمی بخشی اینه برای تو واسطه و وسیله پیش میکنم. این حال مجسمه چی است؟ نسونه ای بسیار مهربانه، نسونه گناهی تو سهل میکنه، نسونه اشتباهی تو سهل میکنه. به این شکل نسل سومی را وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برشان میگه که شما خدا را میشناسین، ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اینا پرسان میشه که آسمان و زمین کی خلق کرده، لا یقولون الله، میگن کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. تو را کی پیدا کرده؟ میگه الله خلق کرده. اولادات کی پیدا کرده؟ الله. خیلی بت‌ها را چرا پرستش میکنین؟ میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما یا را عبادت نمی کنیم، بر از یا نظر نمی بریم، بر از یا قربانی نمی کنیم، الا مگر ما نعبدهم، ما بر از یا عبادت نمی کنیم، بر از یا نظر نمی کنیم و بر از یا قربانی نمی کنیم، الا مگر لیقربونا الی الله. این مجسمه ها ما را چی میکنه؟ ما را نزدیک میسازه، وسیله تقرب ما هست به الله. ما پیش از این میریم، این دوست خدا هست، بر از این نظر میبریم، بر از این عذر میکنیم، پیش از این احترام میکنیم تا که دوست خدا ما را به خدا چی کنه؟ نزدیک بسازه. یعنی معنای گپشان چی است؟ که این سکرتر خداست، این دوستای خدا. این بت‌ها سکرتراست، این بت‌ها که هستن صلاحیت دارا هستن یا وزیرایش هست. ما نمیتونه پیش از این پیش بریم، این ما را به خداوند قریب میسازه. و به این شکل با اینی فلسفه، با اینی فهم اینا را از یکتا پرستی به چی آورد؟ به بت پرستی آورد. از این خاطر اینا کسی که عصر جاهلیت هم شناسه، عین گپای عصر جاهلیت امروز هم تکرار میکنن. متوجه هستین؟ عین گپا را اینمی مردم قریش در اطراف مکه مکرمه بت‌ها را به می هدف مانده بودند. مردم حبشه عین برنامه‌ای که یا صنم داشتن و وثن داشتن. مردم حبشه چی داشتن؟ وثن داشتن. خب اینال چی فرق از بین صنم و وثن؟ صنم مجسمه شخصیت خوب است، وثن قبر شخصیت خوب است. اگر به مجسمه رکوع و سجده شوه او را صنم میگن، و اگر برای قبر رکوع و سجده شوه او را چی میگن؟ وثن میگن. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کرده که اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگارا قبر مرا وثن نگردانی که مردم برند اطراف قبر ما سجده بکنن، برند اطراف قبر ما طواف بکنن،
برن به نام قبر من اونجا میఠایی بخورن، برن در قبر من مجلس بگیرن، شیر چای بخورن، مجلس بکنن و چی کنن. از این خاطر دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبول شده. صحیح شد نه؟ این دعای از او قبول شده. الله بر از او تو مسلمانای را پیدا کرده، خلق کرده که همون تو شیر ببر وارستاد است که همی کس پیش قبر پیغمبر اندک مخالفت اعتقادی بکنه از همی یخنش میگیره و برش میگه برو دیگه سجده نکنی، برو کو نمیمانید. حتی وقتی که دعا یگان کسی که میخواد دست دعا بکنه فورا همین نفر می از همین دو شانه یکش میگیرن تو شروع چه طرف قبله دور میتن. اما خوب اتوماتیک. من خود اون بچه‌ش خود دیدم. یک کسی دیگه، یک پاکستانی آمده بود که پیش قبر پیغمبر هستم کلی خودش شورک میداد که یا نبی سلام علیک. نفرم رو چی هست؟ شاباز قلندر نیست که تو گرد شاباز قلندر برام خوانده می. اسکت. این چی هست؟ همونجا که من دیدم میره گفتم سبحان الله، دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باری قبرش چی شده؟ قبول شده. در دیگه جایا قبرها چی گشته؟ وسن گشته نگشته؟ سجده میکنه نمیکنه؟ رکوع میکنه نمیکنه؟ میکنه. حالا خیلی میدیا خوب است نه؟ یگان تا خوب رسوا میکنه، اما تو سابق دمو زیر خانه خود پت پت میکنن باز بیرون که ببرن. نه ما بسیار خوب مردم هستیم. حالا صاحب گلکسی هست، صاحب تو عکسایش گرفته که همون خود مردکه رو میبینه که در مقابل از رکوع میکنه، سجده میکنه، کت چپ کاکل مای تاوانش رسواش کرده. کاکلا چی میگه و صاحب قواره چی میگه و خوب هم تو قواره چشمای سر مکدگی، لکن باز برشون میگه او تو نمون نفر نیستی که اونجا سجده میکردی به غیر الله. از این خاطر اکثرا جوانا روز به روز یارا میشناسن و رسوا میشن. اما در قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اساس دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار نشده. پس فلسفه قبر پرستی و فلسفه بت پرستی چی هست؟ وسیله و واسطه گرفتن مخلوق بر خالق است. که من میرم پیش از این مخلوق رکوع میکنم، سجده میکنم، این وسیله من میشه، این واسطه من میشه، این من را به خدا نزدیک میسازه. این عین کلمات اونمو بت پرستاست که تکرار میشه. خیلی الله چی میگه و رسولش چی میگه؟ الله میگه که واسجد واقترب. واسجد، سجده کو به الله، با سجده به الله تو به الله نزدیک میشی. پس وسیله نزدیک شدن به الله را قرآن چی معرفی کرده؟ سجده به الله معرفی کرده. سجده به الله معرفی کرده. گفته اگر می سجده تا در نیمه شو، در ثلث شب، 2 بجه شو، 3 بجه شو بخیزی که هیچ کس تو را نمیبینه، امو لحظه سجده کنی، او وقت باز میگه دعای تو خوب قبول میشه. پس کسی که عصر جاهلیت نمیفهمه استدلالش میگه پس و برادر شما ما را از دوستای خدا منکر هستین؟ نه خیر، ما از دوستای خدا منکر نیستیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین شخصیت است. کل ما امتش هستیم، به خاک پایش ما نمیرسیم، لکن با وجودی از اینکه دارای تمام مقامای عالی هست ما بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده نمی کنیم. چرا که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما گفته بر ما سجده نکنیم. خودش دعا کرده که قبر مرا وسن نسازین. خودش به الله گفته که پروردگار قبر مرا محفوظ نگه داری که کس در قبر من رکوع و سجده نکنه. پس من به خاطر پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده نمیکنم. من به قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم طواف نمیکنم. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما کعبه شریفه را نشان داده و گفته اینجا طواف بکنیم. پس ما اونجا طواف میکنیم. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما حجر الاسود نشان داده، گفته که اینی را ماچ کنین. قبر مرا ماچ نکنین. ما قبرش ماچ نمیکنیم. حجر الاسود ماچ میکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که شخص پرستی نمیکنیم. ما هدف پیغمبر را پیش میبریم و عقیده توحید که است هدف پیغمبر را پیش بردن است. هدف پیغمبر چی بود؟ که به الله و وحدانیتش عبادت شود. از او خاطر رسول الله کردن دندانای خودم شکستان در احد به خاطر که هدف برآورده شود. و رسول اکرم صلی الله علیه و در طائف سر و پایش سنگ هم قبول کرد که سنگ جار جار شود و بالاخره از اعضای بدنش خون جاری شود. لکن با وجود از این هم به خاطر چی این کار کرد؟ به خاطر گفت که این جسم ما و این
اعضای بدن من کلش به خاطر هدف عالی خود او را قربان کرد. و صحابه کرام ابوبکر صدیق، عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه کرام مهاجرین و انصار کلشان جان خدا به خاطر اینمی هدف عالی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قربان کردند. پس اون کسی که اینی فلسفه پیدایش بت پرستی را، فلسفه شرک، چه قسم در بین ازیا شرک پیدا شد، اینو نمیفهمه. به شکل از اشکال وقتی که ویروس نشناخت، ویروس در وجود ازید داخل میشه. اما وقتی که ویروس شناختی، قرآن عظیم الشان CD انتی ویروس از بر اعتقادات باطل، هر باطل که در کلید به فوراً دورش میکنه و قرآن عظیم الشان بر کلش بر بیان میکنه که وحدانیت اللهی است. الله برات قریب است، از شارع گردن برات نزدیک است. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگر بنده های ما در مورد ما پرسان بکنه، من برایشان بسیار قریب هستم. اجیب دعوت الداع. خلاص دعا کننده را من قریب هستم. پس وقتی که الله میگه من برات قریب هستم و من مجیب هستم، اجابت میکنم دعای تو را، و من رحمان هستم و من رحیم هستم، بالای تو از مادر و پدر و پیغمبر و ولی و کلی که الله برات مهربان تر است و باز او ذات غفور است، هر گناهی که کردی بر تو میبخشه و او ذات است که تواب است، توبه تو را میپذیرد، بسیار پذیرنده توبه هست. پس وقتی که این کلش فهمیدی، هیچ وقت به فلسفه‌های مشرکین و بت پرستا و قبر پرستا عمل نمیکنی. اما اگر این نفهمید، باز غیر مستقیم عین گپا را تکرار میکنه. عین سناریویی است که اونا دوباره او را میگه که در انگلیسی یک ضرب المثل است، میگن the story is return. چی است؟ اما قصه که از دوباره تکرار میشه. عین ضرب المثل در فارسی است. در فارسی چی میگن؟ میگه در اون جویی که او رفته باز او میره. یعنی در اون جوی توحیدی که مسلمان ها بودن در زمان قدیم، در این جوی باز هم آب شرک جریان پیدا میکنه. در اون جویی که او رفته باز میره. پس به خاطری که در اون جوی استوری ریترن نشه، دوباره او حکایت مشرکین تکرار نشه و او پس دوباره نره، از اون خاطر چی میگن؟ از اون خاطر میگه که شما باید عمر رضی الله تعالی عنه، چون عمر رضی الله تعالی عنه شاگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم در توحید است، درس خدا مستقیما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته. از این خاطر آنقدر توحید و عقیده قوی داشت که حتی در مقابل حجر الاسودی که رسول الله او را ماچ کرده استاد میشه برش، میگه که او سنگ سیاه، من میفهم تو یک سنگ سیاه هستی، نه تو نفع رسانده میتونی و نه تو ضرر رسانده میتونی، و فقط به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله ماچ کرده تو را یک روز یک ماچ میکنه، اما تو بر من نفع رسانده میتونی نه ضرر رسانده میتونی. این از قوت عقیده میشه، از قوت ایمان میشه، از قوت فهم دین میشه که شاگرد مکتب نبوت است و از اونجا درس خدا گرفتن. این حاله عین گپه که ببینید در بسیاری از کتابا که این موضوعات یاد میکنه، مثلا در الرحیق المختوم، در الرحیق المختوم چی نوشته کردن؟ میگه لات، سعی کنین، میگه لات، عزا و منات در حقیقت اشخاص نیکی بودن که بعد از مرگ آنها تعظیم شدن. مثلا بت لات که در شهر طائف و اطرافش پرستش میشدن. لات در اصل مرد صالح و نیکوکار بود، یعنی یک ولی از اولیاء الله بود. الرحیق المختوم بر ما میگن لات در اصل مرد صالح و نیکوکار بود که قبل از مردن به مردم کمک میکرد. او مخصوصا حجاج خانه خدا را کمک میکرد و به آنها یک نوع غذا که آن را سویق گویند هدیه میداد. خان به این شکل میگه. باز چی میگه؟ بت‌هایی که عرب ها پرستش میکردن، بعضی از آنها مجسمه شخصیت های نیک و صالح خودشان، بعضی را از مناطق چون فارس آورده بودن و بعضی هم از قوم نوح باقی مانده بودن. صاحب رحیق المختوم چه خوب یک موضوع دیگر هم میگه، میگه خوب دقیق شوین، این بسیار موضوع مهم است در سیرت، موضوع اعتقادی بسیار خوبش مطرح میکنه. چی میگه؟ میگه و کان فی جوف الکعبه ایضا اصنام و صور. میگه همچنان که در اطراف کعبه مجسمه ها گذاشته شده بود، بت ها گذاشته شده بود، در جوف کعبه، جوف یعنی داخلش هم میگن، در داخل کعبه هم میگه یک تعداد از بت ها و تصاویر بودن. خوب سل کنین اینجا، منها صنم علی صورت ابراهیم. از این جمله یک دانه بت بود، یک مجسمه بود
که به چهره ابراهیم علیه السلام جور شده بود و صنم علی صورت اسماعیل و یک بت دیگه بود که میگفتن که این مجسمه کی است؟ اسماعیل علیه السلام است. و بیدهم الازلام و در دست از یک قسم تیرای را گذاشته بودن که دو فالبینی میکردن. سبحان الله، پیغمبر بر از این کار آمدن، یعنی توهین و تحقیر پیغمبر است به این اندازه که یا چیز میکردن. وقد ازیلت هذه الاصنام و محیت هذه صور ایضا یوم الفتح. میگه اینمی مجسمه ابراهیم علیه السلام و اینمی تصاویری که به ابراهیم و اسماعیل نسبت داده میشد، میگه یا هم در روز فتح مکه توسط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام یا چی شدن؟ میده شدن و از بین برده شدن. این درس است بر ما، رسول ما درس عقیده میده که ملت اگر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بت را جور بکنن، بگوین که این مجسمه رسول الله است و در مقابل از رکوع سجده کنن، این امت مشرک گفته میشه. از ما حق نداریم که بیایم در پیش روی منبر خود یک تصویر جور بکنیم و بگویم این تصویر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اجازه نیست. چرا که از اینمی تصویر پرستی، از اینمی مجسمه پرستی، بت پرستی و از اینمی قبر پرستی. ما در روبروی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز نمیخوانیم. اونجا قبرش باشه ما بیایم در پیش سر استغفر الله. شرک است، ناروا است، حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته این کارو بکنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته به الله سجده بکنین. های به رسول الله چی کنیم؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. پس ما درود میفرستیم، بفرستین یک مرتبه درود اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. این حالا بعضی کسایی که عصر جاهلیت نمیفهمن و شخصیت پیغمبران را نمیشناسن و چی فکر میکنن؟ وقتی ورش بویی که به قبر پیغمبر سجده نکو، به قبر شاید شمشیره سجده نکو، از پیغمبر شاید شمشیره بچه و دختر نخوای، متوجه هستی؟ از الله بخوای. باز این تصور میکنن والا این مردم پیغمبر دوست ندارن. نه خیر، این کارا از دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. چرا؟ وقتی که تو الله را دوست داری و رسولش را دوست داری، خود قرآن چی میگه؟ قل ان کنتم تحبون الله، بگو برشان که اگر شما الله را دوست دارین فاتبعونی، متابعت از ما بکنین. متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ عبادت الله است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یحببکم الله، با شما را الله دوست می‌داره. همچنان سومی مشکلی که بت پرستا داشتن چی بود؟ پناه بردن به قبرها بود. در مکه مکرمه، در طائف، در این منطقه وقتی که مشکل بر مردم پیدا میشد، یک تیداش میرفتن در وادی جن، یک قول بود، یک در بین دو کوه که میباشه اون چی میگن؟ قول میگن، نه در عربی وادی میگن. باز میرفتن دمو کوه یا دمو تپه یا دمو چی میرفتن، ای با بزرگ از این وادی من به تو پناه آوردم، ای پادشاهی از این منطقه، ای پادشاهی از این منطقه. حالا مورا ملک میگن، ملک از این چیز. باز ما به تو پناه بردیم. و یک تعداد پیش بت‌ها میرفتن، به او پناه میبردن. و طایفه مردمی که در کجا بودن؟ در حبشه بودن، یا چی میکردن؟ یا به قبرها پناه میبردن. چی میگه؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که ام حبیبه و ام سلمه، یا میگه در مورد کلیسایی که آنها در حبشه دیده بودن، در مورد آن کلیسا و تصاویری که در کلیسا بود به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان چی گفت؟ گفتن یا رسول الله، ما در حبشه رفتیم، یک دانه کلیسا هست و در او عکس‌ها و تصاویر است و قبرها هست و بعضی چیزای از اینا هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان چی گفت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که آنان کسانی هستند که هرگاه شخص نیک و صالح در بینشان وفات نمود. خب فکرتان نمیگیرید گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ میگه آنان کسانی هستند که هرگاه شخص نیک و صالح در بینشان وفات نمود، بالای قبرش سجدگاه می ساختن. در سر قبرش چی می سازن؟ سجدگاه می سازن. سیزنه؟ و در آن تصاویری را رسامی می کردن. این مردم بدترین مخلوقات الله در روز قیامت است. این مردم بدترین مخلوقات در روز قیامت است. اینا را اگه کس و این حدیث در کتاب الصلاة در صحیح البخاری است. میگه که خلاصش
میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، این میگه ام حبیبه، مادر حبیبه، و ام سلمه، این دو نفر، دو صحابیات یا چی کردن؟ میگه به رسول اکرم صلی الله علیه و در مورد یک کلیسایی که در حبشه بود قصه کردن. یا طبعا حبشه رفته بودن، اونجا که رفتن کدام کلیسا را دیدن، داخل شدن، خانم‌ها هستن، سعی کردن که چی است. میگه وقتی که ما در داخل کلیسا شدیم، دیدیم در بین کلیسا یا عکس‌ها را ماندن و تصاویر ماندن، یا را ماندن. مثل کال شما در کلیسا برین مجسمه کی رو جور کردن؟ عیسی مسیح. همین جیسوس کرایست که میگن، جیسوس کرایست یک علامت است. یکی ببینید یک نفر است، یک لباس بدنش کاملا برهنه هست و این موجه کردن و میره کلشان پیش از این امیر گاد میگن. این گاد میگن به انگلیسی. از این خاطر هیچ وقت الله را به گاد ترجمه نکنید. کس انگلیسی میفهمه بسم الله الرحمن الرحیم in the name of الله باید بگویی، in the name of God نگویی. چرا که اگه گاد بگویی در انگلیسی جی او دی، اینمی معناش اونمون مجسمه چی هست؟ عیسی مسیح. پس اینا گفت که اینا بعضی تصاویر بعضی چیزا رو ماندن در اونجا. رسول الله صلی الله علیه و آله در جواب برشان چی گفت؟ آنان کسانی اند که هرگاه شخص نیک و صالح در بینشان وفات نمود، یک آدم خوب مرد، یک شخص نیک مرد، یک آدم با تقوا فوت کرد در بینشان، یک آدم خوب، یک عالمشان، یک پیرشان، یک ولی از اولیاء اللهشان فوت کرد، یا پیغمبرشان، چی میکنن؟ این عالمه که آنها کسانی هستند که هرگاه شخص نیک و صالح در بینشان وفات نمود، بالای قبرش سجدگاهی می ساختند و در آن تصاویر را رسامی میکردند. قبر جور میکردن، در سر قبر سجدگاه جور میکردن که جواز بیان عبادت بکنن، مجلس بگیرن، میఠایی بخورن، نان بخورن، شیر بخورن، قصه خوانی بکنن، گردش تار بگیرن. تصاویرش هم در دیوالان نصب کردن. چی کردن؟ این مردم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله این مردمی که کار میکنن بدترین مخلوقات در روز قیامت است. بدترین مخلوقات در روز قیامت این مردمای قبر پرست حبشه هست. و حدیث در کتاب صلاح صحیح البخاری. چرا این حدیث آمده؟ این حال کسی که مفهوم از این حدیث بفهمه هیچ وقت به قبر پرستی مبتلا نمیشه. اما کسی ایره نخوانده با مزاج خود عین سناریوی مردم حبشه را تکرار میکنه، لکن بیچاره نمیفهمه. و باز اگر 30 سال این کار کرد، در سال 31 یک جوان آمد برش گفت که نکو کاکا این کاره، باز آل شیطان از او خود قلب از دیگه خوب جای گرفته. باز اگر برش گفتی که این کاره نکو، باز سر تو مثل که سر پیغمبر صلی الله علیه و 200 تخلص برش دادن، باز برای تو هم تخلص های کونه را نمیتن. او خود کلاسیک بود، ساحر است و کاهن است و جادوگر است. آل عصری شدیم، آل مدرن است. آل بازی وز ساحر فاندامنتالیست میگن، بنیادگراست. ایواز کاهن اکستریمیست میگن، افراطیست. چی؟ اکستریمیست است، کونه فکر است، وهابی است. اگر از جهاد گپ زدی میگه ای چی؟ تروریست است. یعنی کل کلمات گفته میره. و در حالی که این القاب را که مشرکین و رسول الله صلی الله علیه و داده بود، اینا امی القاب برای کی میتن؟ با امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال کسی که دعوتگری که بازی گپا را نمیفهمید، والله اصلا مر اینی گپا را گفت دیگه من دعوت نمیکنم. مجرد که یک کس برش یک کلمه را گفت که تو کونه فکر هستی، یا تو وهابیستی، یا تو اکستریمیست هستی، و تو بنیادگرا هستی، فاندامنتالیست هستی، و تو تروریست هستی، عیسی باز خدا پت میکنه. باز میره راستن یک کمک ریش داره، یک لقمه ریش دارم، یک لقمه ریش خودم کرد، یک ماشین، تو یک ماشین کو، باز ماشین میکنه، باز میگه بغلک یک کمک بزنه، باز دیگه چه بدن. دیگه از ببینه که وای مولا صاحب تو فلانی نبودی، یک روز دکتر دی من نریش، دیگه از موتر استاد کرد دی نریش.
یک مرا نشناختی؟ والا صاحب قواریت یکمه که تو آشنا هست آلو رخمه کتین تو یک ریش دیدیم ایسا زده نه دیگه صاحب آل گک سیاست هست و آل گک ریش خوردن هست و آل چطوره؟ بیر صاحب چی کرده؟ به خاطر از اینکه این دعوتگر اسلام اگر بفهمه میگه والا این القاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دادن، لکن بهترین عالم کی بود؟ صلی الله علیه و سلم. این القاب بر ما بده که ما در خط کی روان شوم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما از او کده بهتر هستم؟ با او که بهترین مخلوقات بود او رو گفتن دیوانه است، ساحر، مجنون، ساحر است، مجنون است، کذاب است. در اول خوب امین بود، صادق بود، طیب بود، طاهر بود، اما وقتی که عقیده توحید شروع کرد برو چی کردن؟ دیگه باره برش گفت. یک کسی مرا گفت که استاد خود شما هم ملا هستین ما هم ملا هستیم، ما رو چرا مردم چیزی نمیگن؟ ما وارث پیغمبر هستیم شما هم وارث هستین. ما گفتیم یک فرق ما و شما داریم، چی هست؟ ما گفتیم شما وارث پیش از 40 سالگیش هستین ما وارث بعد از 40 سالگیش هستین پیش از 40 سالگی بر از ما هم خوب لقب داده بود، برای شما هم خوب لقب میتن. پیغمبر اصلا تا که 40 ساله بود قرار میرفت اونجا مردم بود پرستی میکرد، اونجا مردم هر چی میگن رسول اکرم صلی الله علیه و چیز نمیگفت. وقتی که چیز نمیگفت کلگی میگفت طیب است، خوب آدم است، پاک است، همه چیزا رو میگفت. وقتی که روزی که برش وحی آمد 40 ساله شد، وقتی که خیز در مقابل از جلساش یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله الهی بطاره بشکنن، یک دفعه سب کلگی خیزن که علی کی جادوگر است، که علی ساحر است، که الف کذاب است، که الف فلان است، 200 لقب را دادن. وقتی شما هم که هستین وقتی که در عروسی میرین اونجا دول چالان است، در اتاق دیگه قطبازی هست، در اونجا صاحب دخترم میرقصانن، در اونجا صاحب فلانی یا این قرار اینجا شش تا تسبیح خدا انداخت که مال خودم هم از خودم، مال مردم هم از خودم، مال خودم هم از خودم، مال مردم هم از خودم. بیارین همون کاغذ که بسته کنیم که چند در بیارین پیسرم پاکتش چندی باشه 500 3000 خلاص بیارین بر از یک 3 4 خوراک دیگه میذارن، بر از زیاد بیارین، بر از یک دو تا قاب گوشت دیگه هم بیارین که خوب مصروف شه. اینا تاریخ هیچ کس چیز نمیگه چقدر خوب آدم است. واسه دیگه میخواین که با خوب و بد خلق جهان کار تر خود مردم دیگه دولچی چیز نگو، دولچی خوب تو بسیار خوب آدم هستی. هنوز که ماشاءالله باور بکن یک روز یک جای شیم یک مولوی که کلی چیز است والله امیر شبخند چقدر هنرمند است، توصیف از رو میکنه. اینا خود دیگه که سر میکنه شبخند میگه اینا مولا پیشمک آمد ما بهش میگه بسیار لچک هستی، بسیار لندغر هستی، اگه بگویم تو لچک هستی خفه میشی، اگه بگویم تو لندغر هستی خفه میشی، اگه بگویم ماشت حرام است خفه میشی، اگر بگویم تمام برنامه‌ات فاسقانه هست خفه میشی، اگه بگویم رئیس تو هم کتت خود در دوزخ روان میشه باز خفه میشی. چیز نمیگم متازی خاطر چه پیش چی ما هم چیز نمیگیم دیگه. اینا خود دیگه حال که مردم در هر چیزش تایید کرده میگه والا بسیار خوب آدم است. اما اگه بر خائن گفتی خائن هستی، برای جاسوس گفتی که ان شاء الله در غضب خدا گرفتار هستی، 50 سال بعد تو هم زیر خاک هستی ما هم هستم، 50 سال بعد رویا که تو سیاست دلت تکت باز خود زورش میده. برای جاسوس بگی تو در غضب خدا گرفتار هستی و لعنت خدا سرت نازل است، در خانه خدا می به هدف غلط می الله در روز قیامت را محاسبه میکنه. این خبرش می قار میشه دیگه. ایناله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از 40 سالگی کس چیز نمیگفته چه خوب لقبا را دادن داشت، بعد از 40 سالگی اون لقبا را دادنش به خاطر اینکه خب ایناله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت برای ما درس میده، باز ویروس ها را میگه، باز چی گفته؟ دعا کرده که اللهم ای پروردگارم لا تجعل قبری وثنا، پروردگارم قبر مرا بت نگردانی که مثل بت پرستا که پیش بت میکنه پیش قبر ما کارا بکنه. لعن الله قوما، لعنت نموده است الله قومی را که سیکو. رسول اکرم چی میگن؟ کاش که یه حادثه مردم بفهمه. افسوس که یه حادثه اگر کس بفهمه کل مشکلاتش رفع میشه. همین ما خود ما که در شرک مبتلا بودیم و تمام روز تاویز میدادیم و تمام روز دینمی سر دین تجارت میکردیم و مردم دستای ما را ماچ میکرد، همین حادثه نمیفهمیدیم. خدا عفو کنه. اما وقتی که فهمیدیم که
در حدیث خود رسول هم گفته که لعن الله قوما، لعنت کرده الله قومی را که اتخذوا گرفتن قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبر خود سجدگاه ساختن، در مقابل قبر میراب ساختن، در مقابل قبر منبر ساختن و برای قبر سجده میکنن. خب چهارمی مشکل بت پرستا چی بود؟ چهارمی مشکل بت پرستایی بود که پناه بردن به درختها. چی بود؟ پناه بردن به درختها. اینا چون سوال من از زود جواب نگفتیم، ما هم ایره میمانم به هفته آینده فهمیم کلتانه. خسته شدیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. شما صاحب گفتین قسمت دوتا لات منا و تا این ما در مجموع کنیم و در تاریخ با هم دوتای مشهور خواندیم. شما گفتین که یا اشخاص نیک و صالح هستند نظر به روایت ریحان مختوم. و جز دیگه سوال که در مورد تغییر تقدیر آیا امکان داره؟ اگر امکان داره آیا تغییر شد؟ قسمتی که بوتا مشهور است، خب مشهور است دیگه، شخصیت های خوب بودن. حال بودا رو میشناسی؟ بت بودا رو دیدی؟ هم 14 سال فاتحهش خلاص نمیشه. صحیح است؟ این حال بودا، شما برین در کتابخانه یا در اینترنت اگه دسترسی دارین، بودا در افغانستان یک مجسمه است، یک بت است. صحیح است؟ خوب مشهور هم است نیست؟ اما کی بود؟ یک شخصیت بسیار خوب، با تقوا و نیک بود. این چیزی که بودا بود، لات بود، منات بود و دیگره. نصرانی ها مجسمه کی را در کلیسا ماندن؟ به نظر خودشون، به نظر عقیده خودشون یک مجسمه را آوردن، میگن این مجسمه کی است؟ عیسی مسیح است. عیسی مسیح در اصل چی بود؟ شخص خوب بود؟ نبود. خلاص. این حاله این برنامه‌ایه که اصلا بت پرستی از آدمای بد نیست که حالا مردم بخیزه بره یک دو ذبیحه مجسمه‌اش اونجا جور کنن. نه، شخص خوب است، اول تصویرش میمونه، با گذشت زمان مجسمه‌اش جور میکنن، با گذشت زمان با این مجسمه چی میشه؟ عبادت میشه. و بعضی اوقات تو را میشه که مثلا قبر یک شخصیت خوب است، فلانی یک شهید است، وقتی که شهید شد قصه‌اش میشه که شهید بسیار خوب آدم بود. بالاخره مردم صفت خالق برازی میتن. دریوره بگو که بند کو سازت است، خدا بترس، الله تو را میبینه و این حرام است، بشی میگه برادر تو چی میگی؟ اما وقتی که پیش قبر رسید چی میکنه؟ گل میکنه نمیکنه؟ حالی دریور از این قبر زیاد ترسید یا از الله؟ اگر از الله میترسید خب باید دیگه این ساز خود از اول گل میکنه، چون که الله 24 ساعت دیره میبینه. اما این از الله نمیترسه و یا هم در عقیدهش نیست که من نافرمانی الله را بکنم مرا الله محترم تکر میته. میگه نه ویچ زیارت تکر میته. صحیح است؟ حالی اینمی که این مقایسه بکنی، ای از الله زیاد میترسه یا از قبر؟ الله زیاد احترام داره یا به این قبر؟ به کی؟ و این تجربه بکنی. کدام روز اگه طرف شمالی رفتی، صحیح است؟ طرف شمالی که رفتی دریور است، خانده مانده، برش بگو برادر ای گناه داره، ای حرام است، نارواست، خداوند دیره چیز کرده، از یخنت میگیره کت جنگ میکنه، بگو خوب یا دارم ساری. نزدیک قبر که رسید پخش شام میکنه و اگر میگه نکنم تکر میکنم. آل به نظر ازی تقدیر ازیره ای صاحب قبر نوشه کده یا الله؟ اگر امی دبی جای موترش تکر کنه، خوب فکر دبی، اگر موتر از امی تکر کنه و ای بمره، امی عجل ازی در تقدیرش الله برش امیره مقدر کرده یا صاحب قبر؟ نه، پیش ازی مرازو صاحب قبر است. پس مشکل اینجا پیدا میشه. مشکل اعتقادی در اینجاست که بسیاری کسا تو وقتی که یک احساساتی برخورد میکنه معنایش است که تو میری یک چپراسی را در چوکی وزیر میشانی، قلم هم در دستش میتی، تو بگی اگه امضا کو، در حال کوی صلاحیت نداره. این حال احترام شخصیت ها یک جهت قضیه است. افراطگری در شخصیت ها
این شرک است. تو می‌دونید یک مسلمان موحد باید برای نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بسیار با ادب باشه. وقتی که نام پیغمبر میگیری باید بگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام. صحابی مبارک نامش میگیری رضی الله عنه. علمای بزرگ مثل امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و یعنی رحمهم الله، رحمت الله علیه. یعنی حداقل نام خالیش هم باید از نگاه ادب نگیری. لکن ادب ما اینجاست. پس ادب ما در مقابل شخصیتایی شد. پس اتو نشه که ما به یا ادب کردیم به الله بی ادبی بکنیم یا را مقام الوهیت بتیم. پس میگیم شما بله براتون احترام داریم، رتبهتان بلند است، لکن مخلوقات الله هستین. اما تقدیر ما را و زندگی ما، این حال تقدیر که از چیز غیب است برادر عزیز. اگر چیز تقدیر نوشته شده، مثلا خودت میری اونجا کوه هست، از کوه خدا لول میتی، میگی تو باشه تقدیر ما چی رفته؟ در تقدیر تو عقل رفته. چی رفته در تقدیرت؟ عقل تا باید. در تقدیرت عقل است نیست، در تقدیرت حس است نیست، در تقدیرت علم است نیست. پس چرا از عقلت، از حست، از علمت استفاده نمیکنی؟ خود از کلول نمیتی؟ نه خود از کلول. اما به خاطر ازی که تو او غیب است نمیفهمی، به خاطر که سر تو کدام مشکل نمیایه دعا میکنی، میمونی دیگه شب الله سبحانه و تعالی. ما تو وظیفه خدا اعمال صالح یک شخصی که وفات کرده از اولیاء خدا باشه یا صحابه باشه این جواز داره توسل به اعمالتون، به اعمال از مثلا بگو یا الله به برکت اعمال نیک از امی ولی خدا این مشکل مرا رفع بکن، گفتی جواز داره. والله من نمیفهمم چرا ببین یک قاعده هست، یک قاعده هست، همین قاعده رو بفهمین کل سوالایتان حل میشه. دعا عبادت است نیست؟ دعا عبادت است. توسل عبادت است نیست؟ عبادت است. پناه جستن عبادت است نیست؟ عبادت است. انال عبادت به طریقی کی باید بکنی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله. عبادت به طریقی کی بکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله. اون روز مکت یک نفر چند نفر دوستاش اشته بودیم سر یک موضوع جرا بحث داشتیم. اونا دلایل گفتن، دلایل خدا گفتن، من دلایلشان قبول کردم. گفتم برادرای عزیز دلایل شما بسیار خوب است. یکی دلیل عقلی است که من از خود دلیل پیدا میکنم، یکی دلیل است که ما در عبادت ها مجبور هستیم دلیل از قرآن و سنت داشته باشیم. این حال تا وقتی که دلیل از قرآن و سنت در عبادت نباشه ما او عبادت نمی کنیم. از نگاه عقلی من گفتم حالا از نگاه عقلی عقل ما برای من میگه، شما میگن گپ سر از همین اسقاط و خیراتی گپ. گفتم از نگاه عقلی عقل ما برای من میگه برو اسقاط بگی یک 500 یک هزاری، اگه دیگه مثلا 500 میتن تو را میگن استاد داییس بیا بر استادی یک 2000 بان صحیح نه با او چوچکا تکت دایی میته برای تو لوژ بالا صحیح نه. این حال عقل ما بر من میگه که برو در لوژ بالا بشی. عقل ما بر من میگه بگی 2000 پر 2000 پر که بگیری ببری در بازار نه در مارکت 2000 که میوه بخری، دو سه برجی، یک برجی خربوزه، یک برجی تربوز، یک کریت چیزی گپا را که بیاری 500 4 قسم میوه بخری بیاری در خانه مادر اولادام خوب خوشحال است، اشتکایت هم خوشحال است. نه عقل ما ایره میگه. این اسقاط هم گرفتم، شما هم خوشحال شدین، ما هم خوشحال شدم، یک داره قرآن شریف دورم ببرم در پشت پل خشتی بفروشم، یک 100 روپیه مزو برم در جیبم مفته صحیح. دیگه در ختم که رفتم یک سفر خواندم 15 سفر رو سو تیر کنم، باز یک 500 دیگه را تا کی مردکه میمره سر ما توی است. او مردکه که مرد، هر نفر که مرد بر ما چی است دیگه، خدا بر ما داد دیگه تا روز 40. او مردکه رو بگیم صاحب علاق شام خانه مروان کو، هر شب صاحب غوری پهلوان به عقل خود کل ازیر میگه. لکن همیا در مقابل نص پیغمبری کار نکرده. من در روز قیامت از اینی پرسان میشم که همین کارا رو تو بر مردم گفتی بکنین، آیا پیغمبری کارا را کده بود؟
پیغمبر صلی الله علیه و کی کردیم؟ ما کی اسقاط خوردیم؟ خورده پیغمبر سم اسقاط؟ پس من که بخورم باز بگم من جانشین پیغمبر هستم، یعنی پیغمبر سرش دروغ گفتم نگفتم؟ گفتم من دروغ سر پیغمبر نمیگم. آل توسل، آیا پیغمبر سم توسل به اعمال یک شخص صالح کرده؟ نکرده. قرآن چی میگه؟ توسل به ایمانتان بکنی. ربنا اننا آمنا. توسل به چی بگو؟ به اعمال صالحی خودت بکن. بگو پروردگارا فلانی روز یک دختر بسیار مقبول در پانتون سونم چشمک کرد، سیست و مرا میخواست که کتمه بره چکر باغ بالا، لیکن پروردگارا من از ترس تو امی کاره نکردم. الهی اگه امی کاره به خاطر تو کرده باشه مشکل مرا چی کن؟ و این کار در احادیث آمده که یک کسی گفت که پروردگارا یک دختر کاکای ما بود، بسیار خوش قواره بود، سیستی؟ این در حدیث آمده. و این دختر بسیار پیسه ضرورت داشت، بالاخره مجبور شد وقتی که من ایره بردم در بین خانه و میتونستم کتش زنا بکنم، بالاخره این برای من گفت که تو به خاطر رضایت خداوند کار نکن و من از ترس خداوند امی کار زنا را نکردم. پروردگارا اگر امی به خاطر رضایت تو باشه و قبول شده باشه امی سنگ چی کو؟ بوسکو. باز میگم این سنگ چی شد؟ دوش. پس این توسل به اعمال کسی دیگه کرد یا به اعمال خود؟ خلاص دیگه. این حال ما و شما در دین همیشه اگر هر عالم و هر مولوی و هر شیخ گپ زد که برای تو اینی عبادت است، بگو مرا سندشه. آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عمل ابراهیم علیه السلام توسل کرده؟ خدای ابراهیم علیه السلام ایمان آورد مرا ببخش. تو رفتی نماز خواندی، خدای او نماز خوانده، ما قرار دول زدیم، به خاطر نماز خواندن از او دول مرا ببخش. بعد کدی که دول زدی خودت نماز میخواندی، متوجه هستی؟ از این خاطر ما شما در دین از دلایل عقلی کرده اول چی رو باید بداریم؟ قرآنو ما عقل دارم، لکن از عقل ما کرده قرآن و سنت رتبه چی است؟ بلند است. از این خاطر ما اگر قرآن و سنت داشت با عقل خود رو میفهمم، اما اگر در قرآن و سنت نبود عقل ما میگه عقل ما چی است؟ عقل ما بسیار. از این خاطر اگر به عقل دین گرفته میشد از عقل موتو که افلاطون و سقراط عقلشان چی بود؟ بلند بود. اما ما تو الحمدلله موحد هستیم به خاطر از اینکه در قرآن چی میگه؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالعقل. بالعقل میگه بالغیب میگه؟ اینه. پس فرق مسلمان موحد و انسان بیدین در چی است؟ که ما یؤمنون بالعقل هستن، ما یؤمنون به چی هستیم؟ بالغیب هستیم. ما به غیب ایمان داریم. وجود الله غیب است، وجود ملائکه غیب است، تقدیر غیب است، قضا و قدر کلش غیب است. اساس نه؟ از این خاطر ما شما یؤمنون بالغیب.